سلام به دوستان خوب و نازنینم که دنبال خوب کردن حالشون هستن. کتاب از حال بد به حال خوب، شناخت درمانی اثر دکتر دیوید برونز کتاب بسیار عالی هست و اگر این امکان رو دارین که این کتاب رو برای خودتون تهیه کنین و مطالعه کنین که خیلی عالی میشه و اگر این فرصت رو ندارین میتونین با همدیگه این کتاب رو بخونین. ممنون از اینکه دقایق خودتون رو اختصاص میدیم به خوندن این کتاب با هم دیگه. خب توی این کتاب که ما میخوایم شروع کنیم به خوندنش، بخش اول درباره شناخت روحیه هست. ما برای اینکه حال بدمون رو که هر روز میتونه سراغ ما بیاد و شاید روزی چند بار سراغ ما میاد رو به خاطر اینکه تغییر بدیم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که روحیه‌مون رو بشناسیم و بخش اول این کتاب با شناخت روحیه شروع میشه. بخش اول این کتاب چند فصل داره. فصل اول اینه که عنوانش این هست: می توانید احساس خود را تغییر دهید. فصل دوم چگونه روحیه خود را اندازه بگیریم. فصل سوم تشخیص روحیه و فصل چهارم آیا باید احساس خود را تغییر دهید یا نه. خب توی این قسمت از ویدیو میخوایم بریم سراغ فصل اول. می توانید احساس خود را تغییر دهید. با من باشید لطفاً. خب فصل 1: می توانید احساس خود را تغییر دهید. این عنوان این فصل هست. خیلی ها معتقدند که روحیه بد آنها ناشی از عوامل خارج از کنترل آنهاست. میپرسند چگونه احساس خوشبختی کنم؟ چگونه نسبت به خودم احساس خوب داشته باشم؟ من آدم 100% موفقی نیستم. شغل شکوهمندی ندارم. آدم حقیری هستم و این عین واقعیت است. بعضی ها روحیه بد خود را به هورمون یا خواص ژنتیکی خود نسبت می دهند. و به اعتقاد پاره دیگر اتفاقات به ظاهر فراموش شده دوران کودکی در ضمیر ناخودآگاه آنها همچنان موجود است و از این رو روحیه‌شان خراب باقی مانده است. در نظر جمعی دیگر احساس بد اگر ناشی از بیماری یا دلسردی مربوط به زمانهای اخیر باشد واقع بینانه است. پاره نیز روحیه خود را به وضع بد جهان، اوضاع بد اقتصادی، آب و هوای بد، مالیات‌ها، شلوغی ترافیک و امکان بروز جنگ اتمی نسبت می‌دهند. به اعتقاد آنها فلاکت و بدبختی چیزی نیست که بتوان از آن گریخت. خب به نظر میرسه که اینا چیزای آشنایی هستن، حداقل برای من که آشناست، چون شده بارها و بارها این چیزا اومده توی ذهن من و اگر خودمون هم بیایم یه دقایق فکر بکنیم شاید برای شماها هم این کلمات و این عبارات آشنا باشه. پس ما احساس میکنیم حالمون بده به خاطر اینکه عوامل خارجی هستن که نمیذارن حالمون خوب باشه، یا آدمایی هستن تو زندگی ما نمیذارن حالمون خوب باشه، یا اصلا ما توی خانواده‌ای به دنیا آمدیم که اصلا این کار به خاطر اینکه تو اون خانواده، تو اون سرزمین، تو اون محله، تو اون شهر به دنیا آمدیم حالمون خوب نیست. یا اینکه نه، امروزی که خیلی مد شده به خاطر اینکه همه چیز گرونه، آب و هوا بده، مالیات زیاده، شلوغ، ترافیک، اینترنت هست نیست، همه این چیزها رو دلیل حال بد خودمون میدونیم. خب بریم ببینیم که دکتر برونز چی گفته در این باره. خب در ادامه میفرمایند که البته در مورد هر یک از اینها حقایقی وجود دارد. بدون شک حوادث محیطی
موقعیت شیمیایی بدن و تضادها و اختلافات مربوط به گذشته روی ما تأثیر میگذارن. پس نیومدن بگن که نه بابا اینا همه بی خوده و هر کی که داره اینجوری فکر میکنه اشتباه داره فکر میکنه. گفتن نه، واقعا حقیقته، یعنی شکی در این نیست، حوادث محیط تاثیر میذاره. یه روز بارونیه، خب آدم احساس میکنه یه مقداری روحیش پایین تره، انرژی کمتری داره، یا اینکه خب معلومه وقتی خبر بدی آدم میشنوه، جنگ اتفاق میفته، یه دفعه چیزی گرون میشه، یا میدونم هورمونای بدن به هم میریزه. خب میگن که اینا توی روحیه آدم میتونه تأثیر بذاره، پس اینها روی ما تأثیر گذار هستن. اما این نظریه پردازی ها مبتنی بر این باور است که احساسات ما به دور از کنترل ما هستند. پس اگر ما اعتقاد داشته باشیم، یعنی این مسائل رو بپذیریم که عوامل بیرونی، گرونی، جنگ، بیماری، خاطرات دوران کودکی، خاطرات دوران بزرگسالی، اینا میتونه در روحیه ما تأثیر بذاره، خب و این باورم میکنیم که خب آره دیگه همه چی بده، پس احساس منم بده، حال من هم بده. پس اگر کسی اونها را باور داره، شاید باور داشته باشه که احساساتش هم دور از کنترلش هستن. اگر بگویید نمیتوانم احساسم را تغییر بدهم، قربانی ناراحتی های خود میشوید. خود را فریب میدهید، زیرا واقعیت این است که میتوانید احساس خود را تغییر دهید. پس ساده بگیم، دکتر برانز توی اول قسمت این فصل در واقع اومدن و دسته‌بندی کردن که عوامل بیرونی وجود دارن که میتونن توی حال روحیه ما تاثیر بذارن. این یه واقعیتیه که نمیتونیم منکرش بشیم. بدون شک این عوامل وجود داره و بدون شک میتونن توی روحیه ما تاثیر بذارن. اما در ادامه میگن که ما باید بپذیریم که این احساسات رو میتونیم تغییر بدیم و نباید قربانی ناراحتی های خودمون بشیم و نباید خودمون رو فریب بدیم. اگر می‌خواهید احساس بهتری داشته باشید، باید بدانید و درک کنید که به جای حوادث بیرونی، افکار و طرز تلقی‌های شما هستند که احساسات شما را به وجود می‌آورند. خب یه بار دیگه با هم بخونیم. اگر می‌خواهید احساس بهتری داشته باشید، باید بدانید و درک کنید که به جای حوادث بیرونی، افکار و طرز تلقی های شما هستند که احساسات شما را به وجود می آورند. یعنی چی؟ ببینین، یعنی اتفاقی میفته. حالا این اتفاق میتونه برای هر کسی متفاوت باشه، تو منطقه‌ای که داره زندگی میکنه، توی شرایطی که داره زندگی میکنه. اتفاقات بیرونی میتونه حالشون رو عوض کنه. حالا بیایم بگیم برای افرادی که توی یه منطقه زندگی میکنن، توی یه شرایط زندگی میکنن، یک سری تحولاتی در بیرون اتفاق میفته، مثلا گرانی یه چیزی یا یه خبری بشنون. برخورد ما با اون اتفاق خیلی با هم دیگه فرق داره. اینو شاید حتی خودمون هم متوجه شدیم توی زندگیمون. و اون واکنشی که ما نشون میدیم به اون حوادث بیرونی میتونه فرق داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه افکارمون و طرز نگرشمون به اون حوادث بیرونی، به اون تغییرات بیرونی با همدیگه متفاوت هست. پس اگه ما اون فکرمون رو، نگرشمون رو، طرز تلقیمون رو تغییر بدیم، میتونیم احساساتمون رو تغییر بدیم. چرا که همه افراد به یک میزان تحت تاثیر این عوامل بیرونی قرار نمیگیرن. مثلا اگر خبر جنگی که ما اخیراً شنیده بودیم اتفاق افتاده بود، اگر می اومدیم یک سوالی می کردیم از آدما، شدت این تأثیری که توی زندگیشون داشت، توی حال و روحیشون داشت، با همدیگه متفاوت بود. آره، همه ما به نوعی درگیر شده بودیم، ولی اگر میخواستیم
اندازه بگیریم و یک عددی رو به اون نگرانی میدادیم، برای آدمای مختلف فرق داشت و به این معنی نبود که اون آدم زرزمینش رو دوست نداره یا اینکه نگران حال و روز هموطنانش نیست. اصلا به این معنی نیست. فقط فکر ماها و نگرش ما با هم دیگه متفاوت بود، در نتیجه احساسات متفاوت رو در آدم ها به وجود می آورد. خب ادامه بدیم با سخنان دکتر برونز. می توانید اندیشه، احساس و رفتار خود را تغییر دهید. این اصل ساده و در عین حال انقلابی شما را در تغییر زندگی، این اصل ساده و در این حال انقلابی شما رو در تغییر زندگی خود یاری میدهد. ببخشید که من جاهایی رو توپق میزنم چون خودم هم دارم با شما این رو مطالعه میکنم. برای اطلاع از رابطه میان فکر و روحیه ببینید در واکنش به تعریفی که دیگران از شما میکنن چه برخوردی میکنید. به فرض به شما بگویم من شما را دوست دارم، به نظرم آدم خیلی خوبی هستید. چه احساسی پیدا میکنید؟ بعضی ها با شنیدن این تعریف خوشحال میشن. اما کسانی هم هستن که ناراحت میشن و احساس گناه میکنن. بعضی ها از خجالت سرخ میشن و در این میان هستن کسانی که با عصبانیت واکنش نشان میدهند. دلیل این واکنش های متفاوت در چیست؟ علتش این است که اشخاص هر کدام تعریف را به شیوه خود تلقی میکنن. به عنوان مثال اگر کسی از شما تعریف کرد و شما احساس اندوه کردین، ناراحت شدین، احتمالاً این فکر به ذهنتان خطور کرده که دکتر برونز از من تعریف میکنه تا دل منو به دست بیاره. میخواد با من برخورد خوبی کرده باشه، اما منظورش واقعاً این نیست که من آدم خوبی هستم. چرا با من صادقانه برخورد نمیکنه و حرف دلش رو نمیزنه؟ شاید هم با شنیدن این تعریف احساس خوبی پیدا کردید. احتمالاً به این فکر افتادید که خدای من دکتر برونز من رو دوست داره، این خیلی عالیه. در هر دو مورد حادثه خارجی یکیه، یعنی تعریف کردن یکی از شما. پس اون حادثه هیچ فرقی نکرده، ولی احساس شما خیلی متفاوت بوده. احساس شما منحصراً ناشی از طرز تفکر شما هست. یعنی اگر احساس کرده باشید که او فرد شاید مثلا میخواد که اینجوری نشون بده من خیلی آدم خوبی هستم، داره از من تعریف میکنه، شاید هم بعضی وقتا ما فکر میکنیم که نکنه میخواد چیزی رو به ما بفروشه یا اینقدر با من داره تعریف از من میکنه، یا اینکه نه واقعا شاید فکر کنیم آره از من خوشش اومده. خب پس میبینین چقدر طرز فکر متفاوت میتونه احساسهای متفاوتی، احساس ناراحتی، احساس خشم حتی، یا اینکه نه احساس خوشحالی. خیلی جالبه این مثال. یه مثال بسیار ساده ولی در عین حال خیلی کاربردیه و خیلی قشنگ داره نشون میده رابطه بین فکر و احساس. در برخورد با حوادث ناگوار هم همین مطلب صدق می کند. فرض کنیم شخص محترمی در مقام انتقاد از شما حرف بزند. حالا فکر کنیم یه نفر اومده از ما انتقاد کرده. چه احساسی پیدا می کنید؟ اگه خود را بد و مقصر بدانید، احساس بدی بر شما حاکم می شود. اگر فکر کنید که انتقاد کننده در مقام تحقیر است، میخواد شما رو تحقیر کنه و میخواد شما رو رد کرده باشه، خب نگران میشید. اگه به خود بگویید که همش تقصیر خود آنهاست و شرط انصاف نیست که انتقاد کننده چنین حرفی بزند، احساس خشم میکنید. اما اگر از عزت نفس خوبی برخوردار باشید، ممکن است از روی کنجکاوی بخواهید از دلیل انتقاد او آگاه گردید. در اصل پیامی که شما به خود می دهید روی احساستان تأثیر زیاد دارد و از همه اینها مهمتر با تغییر افکار خود می توانید احساستان را
تغییر دهید. پس این هم یک مثال خیلی جالب دیگه بوده که ما بارها اینو تجربه کردیم. کسی از ما انتقاد کنه یا کسی از ما تعریف کنه. خیلی جالب گفتن. کسی از ما انتقاد کنه، مثلا یکی ممکنه که اصلا نگران بشه، مثلا ممکنه بگه او من الان انگار کارمو درست انجام ندادم، نکنه میخوان منو اخراج کنن. حالا اگه این فرد منتقد کسی باشه که داریم براش کار میکنیم، آدم نگران میشه. یا اینکه اگه واقعا خودمون رو مقصر میدونیم، خب خیلی احساس بدی بهمون دست میده. ولی اگرم فکر کنیم که نه بابا همش خودشون هم کار اشتباه انجام میدن، حالا من یه بار یه خطایی ناخواسته کردم، چرا اینقدر دارن به من ایراد میگیرن، عصبانی میشیم. و به قولن اگر نه عزت نفس خوبی برخوردار باشیم و بدونیم نه کار اشتباهی نکردیم، ممکنه خیلی کنجکاو باشیم بدونیم خب اصلا چرا این انتقاد کردن. پس چقدر حسهای متفاوتی با یه برخورد میتونیم داشته باشیم، یعنی نگرانی یا خشم یا حس بد، یا که نه حس این که فقط آگاه میخوایم کنجکاو میشیم و میخوایم بیشتر بدونیم. پس خیلی جالب دوباره داره میگه تغییر فکر ارتباط مستقیمی دارد با تغییر احساس. روش‌های مؤثر این کتاب هزاران انسان را یاری داده تا در قبال احساسات، شغل و روابط شخصی خود با دیگران مسئولیت بیشتری بپذیرند و مطمئناً شما هم می توانید از این راهنمایی ها استفاده کنید. البته انجام این کار همیشه ساده نیست. گاهی برای آنکه خود را از شر روحیه بد خلاص کنیم به تلاش و مداومت زیاد احتیاج داریم. با این حال کاری عملی است. این جمله رو بارها و بارها میتونیم توی بخش‌های مختلف این کتاب باهاش روبرو بشیم که میگن فکر نکنین که این کار ساده‌ای هستش، ولی عملیه و تنها راهی که ما میتونیم بهش برسیم اینه که تکرار کنیم و تلاش کنیم و تکرار کنیم. پس همون جوری که ما میتونیم با تلاش و تکرار اون فکر رو عوض کنیم، خب اون احساس هم در قبالش تغییر پیدا میکنه. روش‌های پیشنهادی کتاب عملی هستند و میتوانید از آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنید. پس واقعا این کتابی نیستش که با فقط بخوایم بخونیم و حتی بشنویم و از کنارش رد بشیم و فکر کنیم اوکی پس چرا الان حالمون خوب نشد؟ پس ما این کتاب رو خوندیم، این کتاب رو گوش کردیم، این کتاب رو خریدیم ولی حالمون هنوز خوب نشده. این کتاب عملی هست و واقعا فقط به خوندن این کتاب یا گوش کردن این کتاب نباید اکتفا کرد. این کتابی هست که نیاز داره به تمرین، تکرار، تمرین و تکرار و تمرین و تکرار. و مطمئناً که آخرش ما میتونیم خیلی شاید بگیم به روش عملی بیایم و با تغییر فکرامون احساساتمون رو تغییر بدیم. این روش جدید شناخت درمانی نام گرفته، زیرا یاد میگیرید که طرز فکر خود را تغییر دهید. یاد میگیرید طرز رفتار و طرز احساس خود را تغییر دهید. هر شناخت صرفاً یک اندیشه است. ممکن است متوجه شده باشید که در حالت افسردگی یا نگرانی به خود و زندگیتان با بدبینی نگاه میکنید و در مقام انتقاد از خویش هستید. ممکن است از خواب برخیزید، احساس بدی داشته باشید و بگویید چه فایده‌ای دارد از رخت خواب بیرون بیایم؟ ممکن است در یک جلسه اجتماعی نگران شوید، زیرا به خود میگویید من که حرف جالبی برای گفتن ندارم. درمانگرهای شناختی معتقدند که این انگاره‌های تفکر منفی در واقع موجب افسردگی و نگرانی شما می‌شوند. وقتی مثبت‌تر و واقع بینانه تر بیاندیشید، از عزت نفس و کارایی بیشتری برخوردار می‌شوید. اگر می‌خواهید از روحیه بد نجات یابید، باید قبل از هر چیز بدانید هر احساس منفی
ناشی از اندیشه منفی به خصوصی هست. پس بدون دلیل ما نمیخوایم بگیم که فقط فکر مثبت کن، فقط حرفای منفی نزن. نه، ما داریم میفهمیم که اگر ما بتونیم کنترل کنیم فکرمون رو، احساسمون و حالمون هم بر اساس اون میتونه تغییر پیدا کنه. اندوه و افسردگی ناشی از تفکر از دست دادن و باختن هستند. پس ما اگر همش فکر از دست دادن و فکر باختن و بازندگی و بدبختی داشته باشیم، خب مطمئنم تنها نتیجهش اندوه و افسردگیه. درخت سیب که انگور نمیده، سیب میده. پس اگر ما فکرمون رو هم بتونیم سوق بدیم به چیزهای خوب، حالمون رو هم میتونیم خوب کنیم. فکر میکنید که عزت نفستان خدشه‌دار شده است. شاید از ناحیه کسی که انتظار نداشتید مورد بیمهری واقع شده اید. ممکن است بازنشسته شده یا شغلتان را از دست داده باشید. ممکن است فرصت مناسبی که برایتان پیدا شده بود از دست رفته باشد. این اتفاق برای من خود شخصا خیلی افتاده که فکر کردم خیلی فرصت خوبی بود ولی از دست دادم. بعدش چی میشد؟ بعدش ناامیدی میومد، بعدش نگرانی میومد و به دنبالش احساسات خیلی بد و حال خیلی بد. خب دوباره بخونیم. ممکن است فرصت مناسبی که برایتان پیدا شده بود از دست رفته باشد. نومیدی ناشی از انتظارات برآورده نشده است. چرا آدم ناامید میشه؟ چون یه انتظاری داشته، چون منتظر بوده یه اتفاق خوبی بیفته، اتفاقی که دوست داشته بیفته ولی نیفتاده. نتیجهش ناامید شدنه. به خود میگویید که وضع باید متفاوت از آنچه هست باشد. مثلا وقتی تا این اندازه عجله دارم، چرا قطار دیر کرد؟ یا قطار نباید دیر حرکت کند؟ نگرانی و هراس ناشی از فکر خطر کردن است. قبل از سخنرانی در برابر جمع عصبی می‌شوید. می‌ترسید صدایتان بلرزد و ناگهان حرفی را که می‌خواستید بزنید فراموش کنید. تصور می‌کنید که مورد تمسخر دیگران قرار می‌گیرید. فکر می‌کنید آدم بدی هستید و در نتیجه احساس گناه می‌کنید و به خود می‌گویید اگر به راستی آدم خوبی باشم باید درخواستش را بپذیرم و آنگاه ممکن است به انجام کاری تن دهید که به راستی به سود شما نیست. احساس حقارت کردن ناشی از آن است که خود را در مقایسه با دیگران شایسته نمی‌دانید. با خود فکر می‌کنید از من جذابتر است یا از من بسیار باهوشتر و موفقتر است. برای چه می‌شود؟ خشم ناشی از احساس بی‌عدالتی کردن است. به خود میگویید که با شما برخورد منصفانه نشده است. ممکن است خیال کنید که از شما سوء استفاده شده است. یه جدولی توی این کتاب آورده که توی این جدول خیلی قشنگ ارتباط بین فکر و احساسات رو نشون میده. بیایم با هم این جدول رو با دقت نگاه کنیم و مطمئنا کمک میکنه که از دلیل روحیه خود باخبر شوید و نتیجه طرز احساس شما تغییر میکند. مثلا احساس اندوه و افسردگی. آیا یادتون هست آخرین باری که احساس افسردگی بهتون دست داد یا ناراحت شدید؟ میتونین ربطش بدین به فکری که در اون زمان اومده بود سراغ شما؟ چند نمونه از افکاری که میتونه احساس اندوه و افسردگی رو ایجاد کنه دکتر برانز توی این کتابش آورده که معمولاً افکار مربوط به از دست دادن میتونه باعث ایجاد احساس اندوه و افسردگی بشه. پس چه قشنگی که ما بتونیم اولا احساسات خودمون رو بشناسیم و بعد بدونیم که اون احساس از چه فکری اومده. فکر مربوط به از دست دادن باعث احساس اندوه و افسردگی میشه. مثلا یه شکست عشقی یا مرگ یکی از عزیزان یا حتی از دست دادن شغل یا نرسیدن به یک هدف مهم، به دنبال خودش این افکار احساس اندوه و افسردگی میاره. یا نه احساس گناه و خجالت.
محکم فکر کنیم ببینیم آخرین باری که این احساس خجالت سراغمون اومد یا احساس گناه کردیم کی بود؟ یا چه فکری بود که باعث این احساس شد؟ دکتر برونز میگن وقتی که قبول بکنید کسی رو از خود رنجانده اید یا در حد معیارهای اخلاقی خود ظاهر نشده اید، احساس گناه ناشی از خود محکوم سازی می کنید. پس احساس گناه یه احساسی هست ناشی از اینه که خودمون رو محکوم کردیم که چرا کسی رو رنجوندیم، احساس گناه میکنیم، یا اینکه این کار اخلاقی نبود انجام دادیم، احساس گناه میکنیم. و احساس خجالت به خاطر این هست که می ترسید به خاطر کاری که کرده اید وجهه خود را در برابر دیگران از دست بدهید و این باعث احساس خجالت میشه. احساسهای دیگه مثل خشم، رنجش و دلخوری که خیلی از ماها روزانه یا شاید هفتگی یا شاید ماهانه این احساسهای مختلف رو تجربه کردیم. احساس خشم، رنجش و دلخوری وقتی هست که احساس میکنید کسی با شما رفتار غیر منصفانه کرده که معمولا این کلمات رو استفاده میکنیم که این انصاف نیست، این عدالت نیست و کسی اگر احساس بکنیم با ما این رفتار ناعادلانه رو کرده، اولین واکنش و یا واکنش احساسی ما خشمگین شدن و عصبانی شدن و احساس رنجش کردن و دلخوری کردن هست. یا اینکه وقتی احساس کنیم کسی از ما میخواد سوء استفاده کنه، این هم باعث ایجاد احساس خشم و رنجش و دلخوری میشه. یا احساس یأس و ناامیدی. احساس یأس و ناامیدی وقتی که زندگی رو در حد انتظار خود نمیبینید، یعنی ما یه سری انتظارایی داشتیم و اون انتظارات برآورده نشد، ناامید میشیم و به اصرار وقتی که میخوایم یه وضعی رو به یه گونه دیگه تبدیل کنیم ولی نمیشه، احساس ناامیدی میکنیم. ممکن است مسئله عملکرد خود شما مطرح باشد. مثلا میگیم این اشتباه رو من کردم، نباید این اشتباه رو میکردم، چون این اشتباه کردم این اتفاق پیش اومد، پس به دنبالش حس ناامیدی رو داریم. یعنی یه رفتاری رو انجام دادیم، یه کاری رو انجام دادیم، یه فکری رو کردیم و بعد به دنبال اون این حس ناامیدی به سراغمان اومد. ممکن است ناامیدی شما رو دیگران باعث شده باشن. پس بعضی وقتا خودمون یه کاری میکنیم باعث ایجاد حس ناامیدی میشیم، بعضی وقتا دیگران یه کاری میکنن ما احساس ناامیدی میکنیم. مثلا باید به موقع این کار رو میکرد، یعنی دیگران رو مورد انتقاد قرار میدیم چون دیگری اون کار رو به موقع نکرد و الان اتفاق افتاد، من ناامید شدم. در مواقع نیز حادثه به خصوصی تولید ناامیدی میکنه. چرا هر وقت من عجله دارم ترافیک این همه شلوغ میشه؟ احساس بعدی دیگه اضطراب، نگرانی، ترس و هراس شدید. چه وقتایی این احساسات میاد سراغ آدم؟ وقتی که خودمون رو در خطر میبینیم، گمان میکنیم حادثه بدی قرار اتفاق بیفته، اگر هواپیما سقوط کنه چه کار کنم؟ دچار اضطراب میشیم، ترس، نگرانی، هراس شدید. یا اینکه وقتی که میخوایم یه جایی سخنرانی کنیم در میان یه جمع و این فکر میاد سراغ ما، اگر در حضور جمع و هنگام سخنرانی صحبتم را فراموش کنم چه اتفاقی میافتد؟ اینا همه یه فکره. یا ممکن است درد روی سینه من مقدمه حمله قلبی باشد. یا خیلی از ماها وقتی یه جامون درد میگیره به بدترین چیز فکر میکنیم، نکنه میخوام حمله قلبی کنم، نکنه سرطان باشه، نکنه یه بیماری باشه که درمان نداشته باشه. اینا افکاری هستن که میان باعث ایجاد این احساسات مثل اضطراب، نگرانی، ترس و هراس شدید میشه. یا احساس حقارت و ناشایسته بودن. ببینیم این از کجا میتونه بیاد، از چه فکری میتونه بیاد. خود را با دیگران مقایسه میکنید
که خیلی این اتفاق این روزها میفته به خاطر این فضای مجازی که ما میتونیم به راحتی آدما رو ببینیم و آدم‌ها از زندگی خودشون چیزی رو نشون میدن که شاید هم واقعی نباشه، ولی ما اون رو باور میکنیم و این نتیجه میگیریم که به خوبی اونها نیستیم، به اندازه اونها با ذوق نیستیم، جذاب نیستیم، موفق و باهوش نیستیم و در نتیجه احساس حقارت، احساس ناشایسته بودن بهمون دست میده. و احساس بعدی احساس تنهایی هست. چه چیزی، چه افکاری باعث ایجاد حس تنهایی میشه؟ به خود میگویی چون تنها هستید و به قدر کافی مورد توجه قرار نمیگیرید، به ناچار باید احساس ناخشنودی بکنید. تنها هستید. تنها بودن با احساس تنهایی فرق داره. خب پس یه وقتایی کسی که تنها هست و اون تنها بودنش رو به این نسبت میده که دیگران بهش توجه نمی کنن و در نتیجه اون حس تنهایی میاد سراغش. حس نومیدی و درماندگی. گمان میکنید که یعنی دیگه نومیدی و درماندگی دیگه این بالاتر از یأس هستش، یعنی دیگه از اون حدم فراتر میره، یعنی احساس میکنیم که اوکی پس یعنی این دیگه این فکر نمی کنم این مسئله دیگه خوب بشه هیچ وقت. گمان میکنید که مشکل شما ادامه دار خواهد بود و وضع دیگه بهتر نمیشه. افسردگی من تمام نشدنی هست، یا اینکه نمیتونم تحمل کنم، یا من هرگز شغل خوبی پیدا نخواهم کرد، یا همیشه تنها خواهم موند. اینا باعث حس ناامیدی و درماندگی میشه. من خیلی از این لیست خوشم آمد. اول از اینکه توی این لیست داره ما رو با احساسهای مختلف آگاه میکنه، چون خیلی از وقتها ما احساساتمون رو نمیتونیم از هم تفکیک بکنیم و تشخیص بدیم که الان این حال بدی که داریم مال چه حسیه. آیا افسرده ایم؟ آیا عصبانی هستیم؟ آیا ناامید هستیم؟ آیا این احساس درماندگیه و چی هست؟ و اول از اینکه خب با اون لیست این احساس آشنا میشیم توی این قسمت از کتاب، که احساس اندوه و افسردگی که معمولاً به دنبال از دست دادن چیزی یا کسی یا شغلی یا هدفی میاد و اینو ماها همه تجربه کردیم. کسی نیست که بگه من این احساس رو هیچ وقت تجربه نکردم. یا احساس گناه یا خجالت، این رو هم باز هممون تجربه کردیم. پس وقتی که خودمون رو میایم خودزنی میکنیم، خودمون رو محکوم میکنیم، یا اینکه خجالت میکشیم از اینکه یه چیزی رو که انجام دادیم رو بشه، خب اینم باز نتیجه این هست. یا اینکه کسی با ما رفتار ناعادلانه کرده باشه که یا فکر کنیم که از ما سوء استفاده کرده، احساس خشم میاد. یا اینکه عملکرد خودمون یا عملکرد دیگری باعث میشه احساس یأس بکنیم، یا نگران چیزی بشیم، فکری که باعث ایجاد نگرانی یا اضطراب یا ترس بشه، خطر سقوط، خطر تصادف، فکر یک بیماری، یا اینکه مقایسه کردن. به خصوص این روزها این حس حقارت و ناشایسته بودن خیلی راحت آدما میتونن تجربهش کنن، به خاطر اینکه یک سره خودمون رو با دیگران مقایسه میکنیم و احساس تنهایی که چون اون توجه مورد نظر رو نمیگیریم، کافی رو نمیگیریم، این احساس تنهایی به سراغمون بیاد و در نهایت هم احساس درماندگی. خب مشکل اینجاست که گمان و احساس خود را عین واقعیت میدانید، اما اغلب افکار منفی مسبب احساس ناخوشایند شما غیر واقع بینانه، مخدوش و ناشی از خطای شناختی هستند. این جمله بسیار قشنگ هستش و بسیار باید به نظرم فکر کرد تا متوجه دقیق شد، یعنی جا بیفته. خب ما یه احساس گفتیم
و یک گمان یا فکر گفتیم. اینا خیلی با هم دیگه متفاوته. دوباره باید بتونیم، یعنی با تمرین و تکرار باید بتونیم این دوتا رو از همدیگه تشخیص بدیم. پس الان ما اینجا چند تا کار رو باید تمرین کنیم. اول از اینکه احساساتمون رو بشناسیم و بدونیم اون احساسات چیا هستن. دوم از اینکه اون فکر یا گمانی که باعث ایجاد اون احساس شد رو پیداش کنیم و بعد از اون بفهمیم که این گمان و احساس اصلا واقعی نیست و اغلب این افکار منفی که باعث اون احساس بد میشن اصلا غیر واقعی هن و ناشی از خطای شناختی هستند. خب بریم سراغ یه مثالی که این بیشتر متوجهش بشیم. مثلا بعد از متارکه با همسرتان به خود میگویید همش تقصیر من است. من دوست داشتنی نیستم و با کسی صمیمی نمیشوم. خب این یه فکره. یه اتفاقی افتاده، جدایی افتاده، طلاق افتاده و شما یک حس بدی بهتون دست میده، حس اندوه و افسردگی. پس ما چیزی رو از دست دادیم و حسی که معمولاً میکنیم حس اندوه و افسردگی هست، ناشی از دست دادن چیزی. خب چرا ما چرا این حس رو داریم؟ به خاطر اینکه گمانمون این هست یا اون فکر منفیمون این هست که تقصیر منه. من باعث جدایی شدم. من آنقدر خوب نبودم. من آنقدر دوست داشتنی نبودم. من آنقدر مهربان نبودم. من آنقدر سازگار نبودم. من با کسی صمیمی نمیشم. با این طرز تلقی حالتون بد میشه. حالتون نه تنها بد و بدتر میشه و احساس بی‌ارزش بودن میکنید. گمان به نظرتون بی کم و کاس میرسد. یعنی این که شما این رو قبول میکنید و پذیرفته این که یعنی همه این جمله ها و کلمات رو قشنگ باور دارید و فکر میکنید که یقین دارین که درسته و در ادامه خیال میکنید که خوشی از زندگی برای همیشه رخت بربسته. دیگه هیچ وقت خوشحال نمیشین. دیگه هیچ وقت خوشبخت نمیشین. از دست دادی. به خاطر اینکه تقصیر خودت هم بوده و دیگه تموم شد. زندگی برات تموم شده. چند ماه بعد بار دیگر احساس صمیمیت در شما زنده می شود. ناگهان احساس می کنید که دوست داشتنی هستید. بعد تعجب می کنید که چگونه خود را تا این حد مقصر و تحقیر شده دانسته اید. اما واقعیت این است که چندی قبل این احساس در شما وجود داشته. پس نگاه کنین، کسی که در یک زمانی بعد از متارکه میاد فکر میکنه که دوست داشتنی نیست، ولی ممکنه بعد از مدتی اصلا با کسی دیگه آشنا بشه و همون احساس کنه دوست داشتنیه. پس چه اتفاقی افتاد اینجا؟ مگه من عوض شدم؟ مگه من تغییر کردم؟ نه، فقط فکرتون تغییر کرد و اون فکرتون وقتی تغییر کرد احساستون هم تغییر کرد. پس اون فکره یه چیز 100% نیست، یک گمانه، یک فکر منفیه. پس ما نباید به احساس یعنی فکر کنیم که اون فکرمون واقعیه. اینا میتونه ناشی از خطای شناختی باشه. این یکی از خصوصیات مربوط به روحیه بد هست. اغلب اوقات خود رو فریب می دهیم و با به خود بستن چیزهایی که اصلا وجود خارجی ندارند ناراحت می شویم و عجیب آنکه هرگز حتی گمان هم نمی کنیم که واقعا بیچاره و درمانده نیستیم. 10 خطای مسبب روحیات منفی در جدول شماره 2 فهرست شده. جدول رو به دقت بخوانید. انجام اغلب تمرینات کتاب مستلزم آشنایی با آنهاست. اغلب کسانی که این فهرست را مطالعه کردند معتقدند که مندرجات آن زندگیشان را متحول کرده.
با این حال توجه داشته باشید که در بسیاری از مواقع افکار منفی سالم و بجا هستند. تشخیص افکار سالم از ناسالم و اینکه چگونه با موقعیت‌های به راستی منفی برخورد واقع بینانه داشته باشیم به همان اندازه رهایی از افکار و احساسات مخدوش اهمیت دارد. هنگام بیماری عزیزان احساس ناخوشایند پیدا می کنید. این احساس اندوه نشانه توجه و علاقه شماست. اگر خانه مورد علاقه شما را به کسی که پول بیشتری پرداخته فروخته اند، احساس یأس و دلتنگی کردن طبیعی است. اگر با همسرتان در حال بحث و مشاجره هستید، احساس خشم و رنج طبیعی است. اگر قرار است جایی سخنرانی کنید یا به کار جدیدی مشغول شوید یا از رئیس اداره تقاضای حقوق می کنید، احتمالاً کمی عصبی می شوید. این طبیعی است. می توانید این احساسات منفی را بپذیرید. خیلی جالبه که اینجا دکتر برونز یک سری ما را آشنا میکنه با یه سری افکار منفی سالم. پس ما الان اینجا با 2 چیز روبرو هستیم. یکی افکار منفی سالمه، یه سری هم افکار منفی ناسالم هستش. یعنی چی افکار منفی ناسالم؟ افکار منفی ناسالم یعنی این که چیزی که واقعیت خارجی نداره و ما اون رو داریم گمان میکنیم، حدس میزنیم. ولی افکار منفی سالمی که نه، اتفاق افتاده. آره، خونه که خیلی دوست داشتیم که میخواستیم بخریم یا داشته باشیم، به کسی که پول بیشتری پرداخت فروختن. خب احساس یأس و دلتنگی طبیعیه. یا یکی از عزیزانمون مریض شده، خب این احساس اندوه پیدا میکنیم. یا اینکه میخوایم جایی مصاحبه کاری داریم، عصبی میشیم. این احساسات طبیعیه، ما باید اون احساسات منفی طبیعی رو بپذیریم. ولی بریم سراغ جدول شماره 2 که گفتن جدول بسیار مهمی هست و اینها درباره 10 خطای شناختیه. چرا که اگر این خطاهای شناختی رو متوجه بشیم، اونجا هست که میتونیم فکر منفی سالم رو از فکر منفی ناسالم تشخیص بدیم. اولین خطای شناختی، تفکر همه یا هیچ چیز. هیچ یا همه چیز، همه یا هیچ، یا هیچ یا همه. همه چیز را سفید و در غیر این صورت سیاه میبینید. یعنی میگن یا سفیده یا سیاه، یا هست یا نیست، 1 یا 100، یا 0 یا 100. هر چیز کمتر از کامل شکست بیچون و چراست. مثلا زنی که میخواد رژیم لاغری بگیره، بعد از خوردن یه قاشق بستنی میگه نه دیگه نمیشه، برنامه واقعا من نمیتونم، برنامه لاغری من دیگه دود شد و به هوا رفت. با این طرز تلقی به قدری ناراحت شد که یک ظرف بزرگ بستنی رو تا به آخر نوش جان کرد. پس این فکر منفی ناسالمه، یعنی یه خطای شناختیه که ما نداریم سفید یا سیاه، این وسط خاکستری هم هست. این نیستی بگیم یا 100 یا 0 یا همه یا هیچ. این وسط چیزهای عددهای دیگه هم هست. پس این تفکر هیچ یا همه، این خطای شناختیه. تعمیم مبالغه آمیز. هر حادثه منفی و از جمله یک ناکامی شغلی را شکستی تمام عیار و تمام نشدنی تلقی می کنید و آن را با کلماتی چون هرگز و همیشه توصیف می کنید. پس اگر توی یه جمله کلمات یا خودمون روزانه کلمات هرگز و همیشه را استفاده بکنیم، این متوجه باشید که این یکی از خطاهای شناختیه، یعنی این نشانش هست که ما داریم مبالغه می کنیم.
مثلا فروشنده افسرده‌ای که در حال رانندگی پرنده به شیشه اتومبیلش خورده بود گفت چه بد شانس هستم، پرنده ها همیشه به شیشه اتومبیل من برخورد میکنن. اما این درسته؟ پس این کلمه همیشه باید متوجه باشیم که این میتونه یه خطای شناختی باشه. خطای شناختی بعدی فیلتر ذهنی. تحت تأثیر یک حادثه منفی همه واقعیت ها رو تار میبینید. به جزئی از یک حادثه منفی توجه میکنید و بقیه رو فراموش میکنید. شبیه چکیدن یک قطره جوهر که بشکه آبی را کدر میکند. پس ببینین فیلتر ذهنی مثل این میمونه که شما، یعنی اثرش اونقدر میتونه زیاد باشه که شما یه قطره جوهر میریزید داخل یه بشکه آب و میتونه اون رو کتر کنه. و این جوری هستش که از یه اتفاق فقط اون بعد منفیش رو میبینیم. انگار که توی یک بشکه آب یه قطره جوهر ریختیم. به خاطر طرز برخورد خود با همکاران اداره تشویق میشوید. اما در این میان کسی از جمع همکاران کلمه نچندان جدی در مقام انتقاد از شما میگوید. روزهای مدید در حالی که همه گفته‌های مثبت را فراموش میکنید تحت تأثیر این تک انتقاد رنج میبرید. این مثال خیلی جالبی بوده. پس خیلی از ما تعریف هم میکنن ولی ما همون کلمه انتقاد رو دیگه با اون چند روزی ناراحت و نگران هستیم. بی‌توجهی به امر مثبت، با بی‌ارزش شمردن تجربه های مثبت اصرار بر مهم نبودن آنها دارید. کارهای خوب خود را بی اهمیت می‌خوانید، میگویید که هر کسی میتواند این کار را انجام دهد. بی‌توجهی به امر مثبت شادی زندگی را میگیرد و شما را به احساس ناشایسته بودن سوق میدهد. نتیجه گیری شتاب زده، بی آنکه زمینه محکمی وجود داشته باشد نتیجه گیری شتاب زده میکنید. معمولا ذهنخوانهای خوبی هستیم کسانی که نتیجه گیری شتاب زده میکنیم. بدون بررسی کافی نتیجه میگیرید که کسی در برخورد با شما واکنش منفی نشان میدهد. پیشگویی میکنیم، پیش بینی میکنید که اوضاع برخلاف میل شما در جریان خواهد بود. بدون هر گونه بررسی میگویید میدونم آبروم میره، میدونم این کار رو نمیتونم انجام بدم. اگر افسرده باشید ممکن است به خود بگویید هرگز بهبود نخواهم یافت. درشت‌نمایی یک روش دیگه، یک خطای شناختی دیگه هست. از یک سو درباره اهمیت مسائل و شدت اشتباهات خود مبالغه می کنید و از سوی دیگر اهمیت جنبه‌های مثبت زندگی را کمتر از آنچه هست برآورد می کنید. یعنی خوبی ها رو خیلی خیلی کم جلوه میدیم، بدی ها رو خیلی خیلی زیاد بزرگش میکنیم. موردی است که به آنگاه بازی دوربین چشمی نام نهاده‌اند. استدلال حسی خطای شناختی بعدی. فرض را بر این میگذارید که احساسات منفی شما لزوماً منعکس کننده واقعیت ها هستند. از سوار شدن در هواپیما وحشت دارم. حتما پرواز با هواپیما بسیار خطرناک است. یا احساس گناه می کنم پس باید آدم بدی باشم. یا خشمگین هستم معلوم می شود با من منصفانه برخورد نشده است. یا احساس حقارت می کنم معناش این است که فردی از درجه دوم اهمیت هستم. یا احساس ناامیدی می کنم چون حتما باید ناامید باشم. اینا استدلالای احساسیه. چیزایی هستش که از روی احساس خودمون داریم استدلالش می کنیم. بایدها. انتظار دارید که اوضاع آنطور که شما می‌خواهید و انتظار دارید باشد. نوازنده بسیار خوبی پس از نواختن یک قطعه دشوار پیانو با خود گفت
نباید این همه اشتباه میکردم. آنقدر تحت تأثیر این عبارت قرار گرفت که چند روز متوالی حال و روز بدی داشت. انواع و اقسام کلماتی که باید را به شکلی تداعی میکنن همین روحیه را ایجاد میکنن. آن دسته از عبارتهای بایددار که بر ضد شما به کار برده میشوند به احساس تقصیر و نومیدی منجر میگردند. اما همین باورها اگر متوجه سایرین یا جهان به طور کلی شود منجر به خشم و دلسردی میگردد. نباید اینقدر سمج باشد. درباره کسی دیگه میگیم. خیلی ها میخواهند با بایدها و نبایدها به خود انگیزه بدهند. نباید آن شیرینی را بخورم. اغلب بی تاثیر است. را بایدها تولید تمرد میکنند. اشخاص تشویق میشوند که درست برعکس آن را انجام دهند. برچسب زدن یه خطای شناختی دیگه هست. برچسب زدن شکل حاد تفکر هیچ یا همه چیز هست. به جای که بگویید اشتباه کردم، به خود برچسب منفی میزنید. من بازنده هستم. گاه هم اشخاص به خود برچسب احمق یا شکست خورده میزنند. برچسب زدن غیر منطقی است، زیرا شما با کاری که میکنید تفاوت دارید. انسان وجود خارجی دارد، اما بازنده و احمق به این شکل وجود ندارد. این برچسب ها تجربه های بیفایده‌ای هستند که منجر به خشم، اضطراب، دلسردی و کمی عزت نفس می شوند. گاه برچسب متوجه دیگران است. وقتی کسی در مخالفت با نظر شما حرف میزند، ممکن است او را یک متکبر بنامید. بعد احساس میکنید مشکل به جای رفتار یا اندیشه بر سر شخصیت یا جوهر و ذات اوست. در نتیجه او را به کلی بد قلمداد میکنید و در این شرایط فضای مناسبی برای ارتباط سازنده ایجاد نمیشود. شخصی سازی و سرزنش. اینم یه خطای شناختی مهمیه که برای خیلیامون آشناست. خود را بی جهت مسئول حادثه قلمداد می کنید که به هیچ وجه امکان کنترل آن را نداشته اید. وقتی زنی از آموزگار پسرش شنید که او در مدرسه خوب درس نمی خواند، با خود گفت این نشان می دهد که من مادر بدی هستم. و چه بهتر که این مادر علل واقعی درس نخواندن فرزندش را می جست تا او را کمک کند. شخصی سازی منجر به احساس گناه، منجر به احساس خجالت و ناشایسته بودن می شود. بعضی ها هم عکس این کار را می کنند و سایرین یا شرایط را علت مسائل خود تلقی می کنند. پس خیلی فرقی نداره اگر بخوایم شخصی سازی بکنیم یا اینکه بیایم شخص دیگری را مسئول کار بدونیم. در حال یک نوع خطای شناختی هست. و وقتی که سایرین رو، شرایط رو علت مسائل تلقی می‌کنیم، توجهی ندارن که ممکن است خود در ایجاد گرفتاری سهمی داشته باشن. علت زندگی زناشویی بد من این است که همسرم منطقی نیست. سرزنش به خاطر ایجاد رنجش اغلب مؤثر واقع نمی‌شود. نمیگویم در تمام لحظات زندگی شاد باشید. پس ما داریم کتابی رو میخونیم که این کتاب میخواد به ما کمک کنه که چجوری حال بدمون رو به حال خوب تبدیل کنیم. ولی خیلی ساده و خیلی محکم و خیلی زیبا دکتر برانز میگه اصلا قرار نیست در تمام لحظات زندگی شاد باشید. نمیگویم در تمام لحظات زندگی شاد باشید. اگر کاغذ و قلم در دستتونه این جمله رو یادداشت کنید. نمیگویم در تمام لحظات زندگی شاد باشید و یا اختیار کامل احساسات خود را در دست بگیرید، چون انتظار کمالگرایانه هستش. یعنی کسانی که کمالگرا هستن انتظارشون اینه که همیشه باید شاد باشن، همیشه باید بتونن احساسات خودشون رو کنترل کنن، در حالی که هیچ چیزی کامل نیست. اصلا چیزی کاملی وجود نداره و این انتظار یه انتظار بیخودیه. نمیتوانید همیشه منطقی باشید. من که مطمئناً اینطور نیستم.
خود من هم نواقص و اشکالاتی دارم. گاه دچار تردید می شوم. به قابلیت هایم شک می کنم و در مواقعی نیز متأثر هستم و رنج می برم. به اعتقاد من تجربه های از این قبیل به ما فرصت رشد و صمیمیت و درک عمیق‌تر انسان بودن را می دهد. پس دکتر برانز که خودشون کتاب‌هایی در این زمینه نوشتن، خودشون میان خیلی راحت و خیلی ساده اعتراف میکنن که من هم این احساسات به سراغ من میاد. قرار نیست همیشه همه چیز شاد باشه، همیشه بتونیم احساساتمون رو کنترل کنیم. میاد اون حسای بد، ولی مهم این هستش که چجوری ما با اونها میخوایم کنار بیایم یا تبدیلشون بکنیم، یا چه زمانی میتونه اون حس و حال بد ما رو در خودش غرق بکنه. آیا این حس ناراحتی و اندوهی از دست دادن که به سراغ ما میاد، این میخواد ساعتها منو ناراحت کنه، یا روزها یا هفتهها یا ماهها، و یا بعضی از افراد سالها از یک مسئله رنج میبرن. پس این مهمه که ما یاد بگیریم که چی جوری بتونیم اون حالمون رو، اون حسمون رو تغییر بدیم. تمرین خودآگاهی. حالا اگر موافقید مهمترین نکات این فصل را خلاصه کنیم. خب ما این فصل رو با هم خوندیم، ولی ببینیم مهمترین نکات این فصل چی بوده. قبل از هر چیز آموختید که افکار شما و نه حوادث بیرونی روحیات شما را شکل میدن. پس ما چیزی رو یاد گرفتیم به نام حوادث بیرونی. خب مطمئناً حوادث بیرونی وجود دارن. ما حوادث بیرونی رو نمیتونیم کنترل کنیم و حوادث بیرونی باعث ایجاد یک سری افکار میشن و اینجاست که ما میتونیم فکرمون رو کنترل کنیم تا روحیه و اون احساسمون رو کنترل کنیم. پس حوادث بیرونی، افکار، روحیه و احساس. دیگران که انواعی از افکار منفی موجب احساسات منفی میشن. ما با یک سری از افکار منفی آشنا شدیم و یک سری از احساسات منفی. مثلا باور در خطر بودن شما را نگران و بیمناک میکند. سوم، آموختید افکار منفی مسبب افسردگی، نگرانی، خشم، یأس و گناه هرچند به ظاهر بیکم و کاست و 100% درست به نظر میرسن، اغلب مخدوش و غیر واقع بینانه هستند. اطلاع از ارتباط مهم میان افکار و احساسات نخستین قدم رهایی یافتن از یک روحیه بد است. این تمرین شما را با انواع افکار منفی و بی‌تناسب مرتبط با احساسات منفی و از جمله خشم و اضطراب و استرس و افسردگی و سایر عادات بد آشنا می‌سازد. خشم. یاد زمانی بیفتید که خشمگین و ناراحت بودید. خلاصه از حادثه خشمگین را بنویسید. چه اتفاقی افتاد؟ آیا از خودتون ناراحت شدید یا از دیگری؟ خب یه چند ثانیه فکر کنیم. آخرین وقتی که ناراحت شدیم به آخرین وقتی که عصبانی شدیم. خلاصه اون اتفاق، خلاصه اون حادثه رو بنویسیم. چه اتفاقی یا حادثه‌ای بود؟ کجا این حادثه اتفاق افتاد؟ با چه کسی اتفاق افتاد؟ چه زمانی اتفاق افتاد؟ یه شرح کامل و خلاصه از اون حادثه. حالا آیا از خودمون ناراحت شدیم؟ از دیگری ناراحت شدیم؟ امیدوارم که تونسته باشید این چند خطی رو نوشته باشید، چون داریم تمرین میکنیم. آیا ماجرا رو نوشتید؟ به این نتیجه رسیدم که برخی از بیماران و برخی از خوانندگان تمرینات کتبی را که در موفق واقع شدن شناخت درمانی نقش تعیین کننده دارند انجام میدهند، اما جمعی دیگر این کار را نمی کنند. پژوهش‌های به عمل آمده نشان می‌دهد اشخاصی که این تمرینات را انجام می‌دهند بسیار بیشتر از کسانی که از انجام این مهم شانه خالی می‌کنند بهبود می‌یابند. همونطوری که قبلا هم گفتیم این کتاب یک کتاب عملی هست، فقط با خوندن و شنیدنش
حالمون بهتر نمیشه، احساسمون بهتر نمیشه. آیا میخواهید احساس بهتری داشته باشید و با خواندن این کتاب زندگی خود را تغییر دهید؟ اگر جوابتون مثبته، آنچه را از شما خواستم بنویسید و بعد به خواندن ادامه دهید. امیدوارم شما هم در این لحظه بتونین این ویدیو رو متوقفش کنین برای لحظاتی و این رو بنویسید که دوباره بیایم سراغ این. یاد زمانی بیفتید که خشمگین و ناراحت بودید یا خلاصه از اون اتفاق بنویسید و بگید چه اتفاقی افتاد و یه شرح واقعی بدید. خب حالا به خوندن ادامه بدید. حالا از شما میخواهم درباره افکار منفی و احساساتی که در این موقعیت داشتید حرف بزنید. خب حالا اونو نوشتیم. اون اتفاقی که باعث ایجاد خشم شد نوشتیم. ببینیم چه احساساتی دقیقاً داشتیم. چون خشم میتونه یکی باشه ولی چندین احساس هم همزمان با اون میاد. آیا احساس رنجش هم داشتید؟ آیا عصبانی بودید؟ آیا مایوس بودید؟ چه پیامی را به خود می‌دادید؟ آیا شخص مسبب ناراحتی را به خودمحوری متهم ساختید؟ آیا او را بی‌انصاف دانستید؟ افکار و احساسات منفی خود را در این بخش یادداشت کنید. خیلی مهمه. این تمرین رو با دقت انجام بدید. بعد از اینکه اون اتفاقی که افتاد نوشتید، حالا درباره افکار خودتون خیلی با دقت و خیلی موشکافانه سعی کنید جنس حال و روحیه و احساستون رو درک بکنید و بنویسید. یکی از ناراحتی‌های متداول ما دیر آمدن اشخاص است. هرچه اشخاص دیرتر به سر قرار خود بیایند عصبانی تر می‌شویم و چون سرانجام از راه میرسند احساس بدی پیدا می‌کنیم. وقتی جورج در زمان مقرر به منزل نیامد، مارگارت به شدت عصبانی شد. این افکار در ذهن او می‌گذشت. چه فکری کرد که عصبانی شده بود؟ او هرگز سر وقت به منزل نمی‌آید. کلمه هرگز براتون آشنا نیست؟ راستی که خجالت آور است. چقدر نامنظم است. اگر به من توجه داشت این همه دیر نمی کرد. باید تا به حال آمده بود. حالا این افکار رو بررسی کنیم. آیا اینا تحریف شده نیستن؟ یا جزو خطاهای شناختی نیستن؟ نخستی فکر او این بود. او هرگز سر وقت به منزل نمی آید. جدول خطاهای شناختی رو یه بار دیگه بریم نگاه بکنیم و خطاهای این اندیشه رو پیدا کنید. این یکی به راستی آسان و مشخص است. خب پس دوباره اینجا رو متوقف کنیم ویدیو رو و برگردیم به اون جدول خطاهای شناختی و ببینیم که توی این افکار چه خطاهای شناختی وجود داره. حتما متوجه شدید که خطای شناختی مارگارت تعمیم مبالغه آمیز بود، زیرا به اعتقاد مارگارت حادثه منفی انگاره‌ای پایان ناپذیر و تمام نشدنی بود. ممکن است جورج در مواقعی دیر به منزل بیاید، شاید هم معمولا دیر بکند اما همیشه دیر نمی کند. اگر خطای شناختی او را فیلتر ذهنی هم نامیده باشید درست گفته اید، زیرا مارگارت دیرکردهای جورج را به خاطر سپرده اما سر وقت اومدن او را فراموش کرده. اشکال تعمیم مبالغه آمیز این است که حادثه را بدتر از آنچه هست معرفی می کند. با این اوصاف بعید نیست وقتی جورج به منزل برسد مشاجره بی‌حاصلی میان او و مارگارت درگیر شود. ممکن است مارگارت جورج را متهم کند که تو همیشه دیر میکنی و جورج به درستی در مقام رفع اتهام بگوید که من همیشه دیر نمیکنم. بحث بالا میگیرد و موضوع اصلی فراموش میشود. زن و شوهر یکدیگر را به درک نکردن یکدیگر متهم میسازند. آیا موقع رو درک میکنید؟ اگر تاکنون با همسر خود مشاجره کرده باشید حتما منظور مرا درک می کنید. دومین فکر مارگارت این است: نامنظمه. در این مورد چی می گویید؟ این عبارت چه اشکالی دارد؟ دوباره فهرست خطای شناختی را مرور کنید. خطای مربوط به این عبارت چیه؟ داریم کسی رو
انتقاد میکنیم، داریم به کسی برچسب میزنیم. حتما متوجه شده اید این خطا برچسب زدن است. دقت کنید عزیزان، ما با این مثالی که خوندیم، با این داستانی که خوندیم، داریم تمرین میکنیم که خطاهای شناختی رو پیدا کنیم و این رو برای خودمون انجام بدیم. خب و که این ممکنه برای خودمون هم اتفاق بیفته که این آشنا بشیم با این خطاهای شناختی. پس داره برچسب میزنه، زیرا مارگارت به جای عمل جورج به خود او حمله میکنه. میتوان آن را تفکر هیچ یا همه چیز نیز دانست. ممکن است دیر کردن جورج علت منطقی داشته باشه. ممکنه به خاطر حادثی خارج از کنترل او، مثلا شلوغی بیش از اندازه، یه ترافیک نتونسته باشه سر وقت به منزل برسه. به هر شکل زدن برچسب نامنظم به جورج درست نیست. حالا چه از روی خطای شناختی برچسب زدن باشه، چه از روی خطای شناختی تفکر هیچ یا همه باشه، این درست نیست. اصولا مفهوم نامنظم به طور دقیق در مورد هیچ کس در جهان صدق نمی کند، هرچند رفتارهای نامنظم در اکتاف عالم فراوان است. اما درباره سومین فکر مارگارت چه میگویید؟ اگر به من توجه داشت اینقدر دیر نمی‌کرد. ذهن خانی، یعنی به ذهنش رو خونده که او مرا دوست نداره. خطای شناختی در این مورد به خصوص ذهن خانی است. مارگارت بدون هر گونه دلیل منطقی، هیچ دلیل منطقی نداره، فقط ذهنش رو خونده، فقط یه حدس و گمانی زده. جورج را به بی‌توجهی و بی‌علاقگی او نسبت به خودش نسبت می‌دهد. ممکن است جورج به مارگارت بهای زیاد ندهد و به او بی‌توجه باشد، اما این امکان هم وجود دارد که دیر آمدن او دلایل دیگری داشته باشد. آیا می‌توانید چند دلیل را ذکر کنید که ممکنه جورج به خاطر اون دلایل دیر اومده باشه؟ احتمالات متعددی وجود دارد. ممکن است جورج به دستور رئیس اداره مجبور شده بماند و کارش را تمام کند. ممکن است خواسته اضافه کاری کند تا به درآمد خانواده کمک کرده باشد. شاید هم بر سر چیزی از مارگارت دلگیر است. در این صورت و اگر اینطور باشد معنایش این است که جورج و مارگارت با صراحت درباره مسائلشان صحبت نمی کنند. این به معنای بی‌توجهی جورج نیست. عصبانیت جورج نشانه علاقه و در عین حال دلگیری اوست. در این صورت احتمالاً شرکت جورج و مارگارت در دوره آموزشی ارتباط بسیاری از مسائل آنها را حل می کند. آخرین اندیشه مارگارت این بود: باید تا به حال می آمد. خطای شناختی مارگارت در این زمینه چیست؟ لطفاً بنویسین. بله، این مربوط به عبارتهای بایددار است. بهتر بود مارگارت به جای این جمله میگفت که ترجیح میدهد جورج تا این لحظه به منزل آمده بود. با این ذهنیت فضای بهتری بر روابط میان آنها حاکم میگردید. ممکن است به این نتیجه رسیده باشید که من از مارگارت انتقاد میکنم. ممکن است در مقام دفاع از او بگویید اگر جورج به راستی بی‌نظم و ترتیب باشد چه؟ شاید حق داشته باشد که عصبانی شود. مطمئناً در مواقعی عصبانیت سالم و بجاست. در مواقعی هم ممکن است ذهنتون خطا کرده، عصبانیت شما بی‌مورد باشد. وقتی به یک حادثه ناراحت کننده به خطا فکر می کنید، احساس شما از حد تناسب خارج می شود، به طوری که حل مسئله اصلی با دشواری روبرو می شود. اگر با واقع بینی بیشتری به مسئله توجه کنید، سازنده تر می توانید احساسات خود را بازگو کنید و شرایطی فراهم سازید که طرف صحبت به جای گرفتن حالت تدافعی به گفتگوهای شما گوش فرا دهد. خیلی جالب شد اینجا. دقت کنید دوستان، میگه اصلا شما ممکنه، این واقعا ممکنه که این خانم حق داشته باشه، واقعا ممکنه که این آقا بی‌توجهی کرده یا حالا هر چیزی. خب
یعنی میگین که ما باید حق رو به آقا بدیم. میگه نه اینکه ما بگیم حق با اینه یا حق با اونه، ولی کم کردن این خطاهای شناختی باعث میشه که اون واکنش سریع رو نشون ندیم، که خودمون رو راحت تر کنترل کنیم، که احساساتمون از یک درجه‌ای فراتر نره و حالمون بدتر نشه، که وقتی با اون فرد روبرو شدیم حداقل بتونیم سازنده گفتگو کنیم که مثال این دیر کردن شما یه مقدار باعث ناراحتی من شده، این چرا اتفاق افتاده. ولی وقتی که عصبانی میشید دیگه به دنبالش یه بحث رو خواهد داشت و جای صحبت هم دیگه نخواهد ماند. اطلاعات مارگارت هنوز کافی نیست. پس وقتی اطلاعات کافی نداریم نباید با خطاهای شناختی بیایم و حالمون رو بد کنیم. از حقایق امر بی اطلاع است و با این حال پیشاپیش جورج را محکوم می کند. با این ذهنیت وقتی جورج به منزل برسد مشاجره میان زن و شوهر حتمی است. افکار مارگارت به قدری شعله‌ور هستند که امکان واکنش بی‌تناسب در او زیاد است. این بر دشواری مسئله می‌افزاید. ممکن است مارگارت با گریه و فریاد شوهرش را به بی‌نظمی و بی‌فکری متهم سازد. به نظر من این طرز تلقی سازنده نیست، کمکی نمی‌کند. تا نظر شما چی باشد؟ واقعا به نظر منم همینه. ما نمیایم به کسی حق بدیم، ولی واقعا برای خودمون هم بارها اتفاق افتاده وقتی که میشیدیم فکرهای مختلفی میکنیم، بعد در آخرش یک واکنش بدی نشون میدیم و باعث دعوا و ناراحتی میشه و هیچ چیزی ساخته نمیشه، برعکس خراب میشه. اما به نظر شما وقتی جورج به منزل میرسد مارگارت باید به او چه بگوید؟ پاسخ خود را در چند سطر یادداشت کنید. ممکن است بگوید جورج به راستی نگران شدم و از اینکه بیخبر دیر آمدی عصبانی هستم. این همه غذا و شام تدارک دیده بودم. به تو علاقه‌مند هستم و وقتی به موقع نمی آیی مرا میرنجانی. ممکن است بگویی چه اتفاقی افتاد و چرا دیر کردی؟ آیا ساعت آمدنت را اشتباه کرده بودم؟ این طرز برخورد بسیار موثرتر از سرزنش کردن است، زیرا مارگارت بدون محکوم ساختن جورج احساساتش را با او در میان میگذارد و به جای پیش داوری از او توضیح میدهد. حالا افکار عصبی گونه ای را که در شروع این بخش یادداشت کردید مرور کنید. آیا می توانید به خطاهایی که اغلب اوقات با خشم در ارتباط هستند پی ببرید؟ نکات زیر را در نظر بگیرید. معمولا با خشم ما این خطاهای شناختی رو داریم. عبارتهای باید دار، برچسب زدن، ذهن خوانی، سرزنش کردن و تعمیم مبالغه آمیز. اگر این خطاهای شناختیمون رو بفهمیم، اون احساسای بد هم در ما کمتر شکل خواهد گرفت. عبارتهای باید دار، نباید این حرف را میزد یا نباید چنین احساسی داشته باشد. برچسب زدن، خودخواه است، مغرور است، همیشه دیر می کند، ذهن خوانی، مسلما برایم احترام قائل نیست، مرا دوست ندارد، سرزنش کردن، 100% تقصیر اوست، تعمیم مبالغه آمیز، جز به خودش به کسی فکر نمی کند، آدم خیلی خودشیفته‌ای هست. اینها میشه جزو خطاهای شناختی. در ادامه تمرینات دیگه هم هست از این فصل کتاب که من در ویدیو بعدی اونها رو با همدیگه انجام خواهیم داد. از توجهتون خیلی ممنونم و خیلی خوشحالم که با من همراه هستید.